سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه برنامه‌نویسان عزیز، علل خصوص کسایی که با اندروید و زبان کاتلین کار میکنن. این قسمت میخوایم در مورد مپ ها صحبت کنیم. میشه دومین قسمت از کالکشن ها، کار با کالکشن ها در اندروید و کاتلین. هر قسمت قبل با لیستا صحبت کردیم و آموزش اون قسمت رو دادیم. مپ ها هم برای مجموعی از داده هاست همانند لیستا، ولی یه تفاوت کلیدی که با اونا داره اینه که برای هر عضو داخل اون مجموعه ما باید یک شناسه یا یک کلید قرار بدیم. اگه بخوایم به تعریف برسیم، یک مپ رو من داخل کاتلین به این صورت تعریف میکنم. اسمش رو میذارم، بعد می‌نویسم مپ آف به این صورت. به نوع این مپه که بخوایم دقت کنیم، این مقدار من زوم کنم برای کسایی که با موبایل هم دارن میبینن راحت تر باشه. اینجا من ابتدا کلید رو میذارم. کلید من مثلا من میگم اولین عضوم اسمش وانه، مقدارش رو به این صورت وارد میکنم، عدد 1، و دومین عضوم میگم تو، مثلا عدد 2. حالا چرا الان خطا به من میده؟ به من خطایی که الان میده میگه شما باید نوعش رو مشخص کنی، یعنی اینجا به صورت دستی بنویسی. اگر نمیخوای مشخصش کنی اینو پاکش کن. اگه من اینو پاکش کنم به این صورت میشه. یعنی الان برای آموزش ما اینو بنویسیم. کلید من از نوع استرینگ و مقدار من از نوع اینتیجر. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا همیشه کلیدها رو باید به صورت استرینگ تعریف کنیم؟ نه، الزامی نداره. یعنی اگه من دومی رو اینجوری بنویسم و اینم اسپایش کنم، من میتونم اینجا بنویسم 1، 2. الان این مپ من اگه نگه دارم روش از نوع اینت، یعنی اولی همیشه کلیده. حالا اینو تو خاطرتون داشته باشین. دومی به صورت استرینگ و اینت. حالا اینو پاکش میکنم، من اینو میخوام نمایشش بدم چه چرا نشد؟ خب این کمی رو بکشیم بالا. بعد الان مپ من اولین کلید اول وان مقدارش 1 و کلید دوم تو مقدارش 2. مانند لیستا الان اینی که اینجا تعریفش کردیم، ما اینو نمیتونیم در این فرایند کدنویسی دیگه عضوهای اونو تغییر بدیم. اگه بخوایم عضوهای اونو تغییرش بدیم، من باید از میوتیبل استفاده کنم و ام می نویسم. حالا این قبلیه رو نویسم M1، نویسم میوتیبل مپ آف. بقیه موارد هم عین مانند بالاییه، بس اینو من کامل از اینجا کپیش میکنم میذارمش اینجا. فقط فرقی که این تعریف اینجا اینو گفتیم اینه که با قبلیه این تغییر پذیره، این فقط خواندنی. خب بریم چند تا تغییر روش انجام بدیم. اولین قسمت اینه که ما میخوام عضوی رو بهش اضافه کنم. حالا قبلیه رو بذاریم من کامنت کنم دیگه، بهشون نیاز نداریم و نام اینو بذارمش M. و حالا قسمت اضافه کردن، من نام مپم رو می نویسم با یک کروشه. بعد کلیدی که میخوام بهش اضافه کنم، مثلا اینجا 1 و 2 رو دارم، من می نویسم 3. کلید من میشه 3 و مقدار من میشه 3. حالا اگه اینجا من پرینت ln رو بنویسم و ران بگیرم ازش، بله مقدار جدید به آخر مپ اضافه شد. در ادامه یه راه دیگه هم داریم برای اضافه کردن، اونم اینه که از متد خود مپ ها استفاده کنیم. به چه صورت؟ به این صورت. اگر نام مپ رو بنویسم از متد پوت استفاده کنم، میگه اولش کلید به من بده، من میگم 4، بعد میگه مقدار رو به من بده، میگم 4. حالا دوباره اگر ران بگیرم ببینید که 4مین عضوم بهش اضافه شد. چه فرقی این دوتا با هم دارن؟ ببینید
اولین قواعد نوشتاری کاتلینه که چجوری به مپ ها اضافه کنیم. دومی یک تابع کمکی. اگر روش من کلیک کنم اینو، به قسمت کالکشن ها رفتیم. در قسمت کالکشن ها، در قسمت مپ ها، میوتیبل مپ ها، تابع پوت قرار داده شده که بتونیم حالا مقداری رو بهش اضافه کنیم. این کار واسه راحت تر نوشتن رو برای این کار اضافه کردم. در ادامه ما میخوایم الان عضوی رو ازش حذف کنیم. پس من ریموو می نویسم، بخش ریموو کردن، نام مپ رو می نویسم، کلمه ریموو. حالا اون کلیدی که بهتره بگم اون عضوی که من میخوام حذفش کنم، کلید اون عضو به این میدم. الان مثلا من فرضاً میخوام 4 رو از اینجا حذفش کنم. پس من می نویسم فور و تمام و در آخر پرینت بگیرم ازش. بله ببینید اونجا تو قبلی 4 رو داشتیم، حالا بعد اینکه ریمووش کردیم دیگه این 4 رو نداریم. در ادامه بخش ادیت میمونه، یعنی ویرایش کردن. حالا اگه اینو میخوام ویرایشش کنم، نام مپمو می نویسم دیگه، باید اینجا اون کلیده رو بهش بدم. تقریبا میشه عین گفت اضافه کردنه. مثلا الان کلید 3 رو من بهش بدم و بگم شما اینو بکنش 33 و پرینتل اینو بنویسم این چاپ بگیرم ازش. بله حالا ببینید اینجا که حالا 3 داشتیم، بعد ادیت کردن شد 33. خب در ادامه ما الان 3 تا عمل اصلی رو انجام دادیم و معرفیشون کردیم. بریم بخش اپراتورها رو معرفی کنیم. اپراتور در برنامه‌نویسی یا بهتره بگیم خیلی جاها که در داکیومنت ها مشاهده می‌کنیم، به چیزی است، اینجوری بگیم چیزی است که برای ما یک عملی رو انجام میده. خب مثلا اگر اپراتور رو به علاوه رو بگیم یا ضرب یا تقسیم یا منها، اینا به خودشون یه چیزی هن که یک عمل رو واسه من انجام میده. پس الان من مثلا میخوام یه عمل فیلتر کردن انجام بدم. برای همین کار از اپراتور فیلتر استفاده میکنم. یعنی یک شرطی رو بهش میدم، میگم نسبت به اون شرط این مپ منو فیلتر کن و مپ جدید رو به من بده. به چه صورت کار میکنه؟ خب یه این فیلتر اینجا بنویسیم، بگیم چیزی که انجام دادی رو بریز داخل این فیلتر. خب حالا نام مپ رو می نویسم. فقط دقت کنید الان مپ ما این آخرین مورد داره ها، پس بهتره بذاریم یه ویرایش کنیم. بذارید قبلی ها رو کلا ما کامنت کنیم و اینجا 2 تا مورد رو داشته باشیم و اینم بیاریمش پایین اینجا جلو چشمون باشه و راحت تر بتونیم درکش کنیم. حالا اینجا ما می نویسیم فیلتر فیلتر. خب ببینید الان فیلتر رو اگه من نشانگر موس رو روش نگه دارم، بیار بعد میگه این یه تاب است تا اینجا. خب ببینید این لاین که نوشتی اینجا و چیزایی مثل این لاین، بعد پارامترها، آرگومنت ها، در مورد این یه ویدیو دیگه ضبط میکنم که کامل اینا رو توضیح میدیم که در آینده خیلی میخوایم از این استفاده کنیم که دقیقاً اون مطلب اصلی برای ما جا بیفته. حالا فعلا اینو فاکتور بگیریم. میگه این یه مپ قبول میکنه، فیلتر رو روش اجرا میکنه. چه شرطی که داخلش میگیم. مهمترین قسمت این گزینه است. میگه شرط شما هم میتونه روی کی قرار بگیره، یعنی روی اون کلید، هم میتونه روی ولیو قرار بگیره. به چه صورت؟ اگر من اینجا بنویسم ایت به این صورت، حالا شرط من چیه؟ من میگم ایت دات ولیو مساوی میشه با مثلا مقدار اون ولیو من بشه 2. خب یه توضیح من اینجا باید بدم، ولی حالا فعلا پرینت بگیریم ببینیم نتیجه کارمون چی شد. خب ببینید الان برای من
فیلتری که من اینجا گذاشتم گفتم بر اساس مقدارها، اگر دیدید 2 کلا اون یکی ها رو بذارش کنار و این عضو 2 رو، یعنی اون کل مپ منو نسبت به اون فیلتر کن و همینو به من بده، یعنی این قبلیه رو یکی که من نمیخوام حذفش کن. خب نحوه نوشتاری اینجا من یه توضیح در مورد این بدم. ایت که اینجا نوشتیم، ایتی که الان ما اینجا نوشتیم، این یک پارامتره. یعنی چی؟ یعنی چیزی که ما بهش داریم ارسال میکنیم. اگر من نشانگر موضوع رو فیلتر نگه دارم، اگر بیاره بعد ببینید داخل پرانتز گذاشته شده و این کی و ولیو پارامتره، یعنی اینو ما بهش داریم ارسال میکنیم. حالا من میتونم اینو به این صورت بنویسم، بعد بیام از داخلش ولیو رو بخونم، یا این که من اینو کامنت کنم. راه نمیشه گفت ساده تر، هیچ فرقی نمیکنه، ولی یه مقدار راه که بتونیم بهتر درک کنیم. ولیو سرویس و اینجا. خب بعد حالا اینجا مثلا می‌نویسم کی من، یا حالا مثلا ولیو من مساوی 2. حالا اینجا تو قبلیه من اول ایت گفتم، بعد گفتم دات ولیو، اونو استفاده کردم، یا این که مستقیم اینو جا تعریفش کنم بعد بگم حالا اینجا ولیو رو بگو نسبت به 2 فیلترش کن. حالا میتونیم نسبت به کی هم فیلترش کنیم، مثلا بگیم اگر کلید ما برابر 2 بود مثلا پرینتش بگیریم و اینو فیلترش کن. حالا اینو به عنوان تمرین خودتون انجام بدید. در ادامه اپراتور دیگه هم میخوایم معرفی کنیم به نام مپ. بله درست شنیدین، اینجا مپ یه اپراتور دیگه داره هم اسم خودش به نام مپ. الان اینجا مپ تو مپ میشه، پس می‌نویسیم مپ همون با مپ تو مپ بشه اینجا. خب مپ ما الان امه، اینجا می‌نویسیم، یعنی اون مجموعه داده من اسمشه. حالا یه اپراتوری به نام مپ بهش اضافه میکنم. خب قبل ادامه کار همین توضیحی که در مورد پارامترها، چیزی که ما باید به اون مپ بدیم، یعنی از ما انتظار داره ما باید بهش بدیم، نحوه نوشتاری این پارامترها در همین مپ هم صادقه. یا میتونیم به صورت ایت بنویسیم یا به صورت کی ولی. اینو از کجا میفهمیم؟ از این که اگه من نشانگر موس روی کی نگه دارم، حالا جدا از این که موارد بالاشیان، به این که داخل پرانتز نوشته شده دقت کنید، یعنی این قسمت، یعنی این چیزو از من میخواد، یعنی نیاز داره. حالا در مورد خود من میگه شما به من یک کی ولیو میدی، یک کلید و مقدار به من میدی، من اونو تبدیلش میکنم به آر، ترانسفورمش میکنم و تبدیلش میکنم به آر، نتیجه رو به شما یه دونه لیست برمیگردونم. تفاوتش با فیلتر این بود که اون از ما مپ میگرفت به ما مپ میداد، ولی اینجا از ما مپ میگیره به ما لیست تحویل بده. به چه صورت؟ حالا من اگه اینجا بنویسم ایت، در اینجا من میگم قسمت ولیو منو تبدیل به عدد اعشاری کن و اونو به من تحویل بده. حالا اگه پرینت بگیرم از اینجا، بذارید اینو کپی کنم بذارمش اینجا و قسمت مپ منو بنویسم قبلیه رو فیلتر که کامنتش کنم. کامنت هم من با کنترل علاوه اسلش میزنم که میشه کامنت کردن. اینجا نوشتم که یادتون باشه. خب اجرا کنیم. خب دقت کنید، همونطور که گفتم الان بذارید من اینو اینجوری بگیرم که دقیقا تفاوتش رو ببینید. یه بار دیگه اجرا بگیرم تا توضیحات رو بدم. داخل فیلتر ما مپ دادیم، مپ تحویل گرفتیم، به این علامت های آکولات ها دقت کنید. ولی داخل مپ یعنی اپراتور مپ ما یه دونه مجموعه داده‌ای که به شکل مپ بود و بهش تحویل دادیم، اون عملیات تغییرات رو واسه ما انجام داد، بعد اونو به صورت یک لیست به من تحویل داد. در ادامه یه تابعی هم که خیلی استفاده میشه در مورد مپ ها، تابع get or lose. اجازه بدین اول بنویسمش. get or else. get else بنویسم اینجا or else.
بله. خب مپ منو من می‌نویسم .get or else. چی میگه؟ میگه یه کلید به من بده. دقت کنید بالا این جلوتر. بله اینا مثلا روش نگه دارم. بله میگه من از شما یه دونه کلید میگیرم. اگه اون کلید رو داشتی من مقدارش رو بهت میدم. اگر نداشتی دیفالت ولیو چیزی که خودت تعریف کردی رو من بهت میدم. حالا من کلید من چیه؟ من میگم شما بیا اول وانو ببین داریم. اگه داریم مقدارش رو به من بده. اگه نداشتیم مثلا مقدار 3 تا 0 رو به من بده. اجازه بدیم. بله مقدار مثلا 0 رو به من بده. حالا اگه من پرینت بگیرم اینجا رو و گتور لوز بگیرم. خب اجازه بدیم ببینیم چه نتیجه به ما میده. بله ببینید بذارید اینا رو من کامنت بکنم که دیگه اشتباه نشه و این قسمت رو بیارمش پایین تا توضیحات لازم رو بهش بدم و قسمت های قبلی هم همه رو کامنت کنم و خطا نه. ببینید ما الان اینجا عضو اول رو داریم. خب من کلمه کلیدی وانو بهش دادم، رفت داخل مپ گشت دونه بدونه دید برای اولیه رو داره، بعد اونو به من برگردون، مقدار اونو به من برگردون. فقط دقت کنید این مپ نیست، لیست نیست، مقداری که اینجا تعریف کردیم. یعنی اگر من روش نگه دارم میگه اون چیزی که کلیدی که مقدار شما هر چی باشه من اونو به شما تحویل میدم. این ویدیو که اینجا هست دقت کنید. بعدش اگر نداشته باشه به من 0 میده. اینم تست کنیم. مثلا بگیم شماره 3 رو من ندادم. اگه 3 رو نداشته باشم این مقدار 0 رو به من اینجا داد. خیلی ممنون تا اینجایی که مشاهده کردیم. در این ویدیو یه جنبندی اگه بخونیم ما مپ ها رو تعریف کردیم. بعد 3 عمل اصلی هم گفتیم. تفاوت اصلی که بین میوتیبل ها داره و مپ های ایمیوتیبل یا حالا تغییر پذیر یا تغییر ناپذیر رو دارم اینجا اشاره کردیم بهشون. 3 تا عمل اصلی اد و ریموو و ادیت هم گفتیم. 3 تا اپراتور هم اینجا معرفی کردیم. اپراتورهای فیلتر بود، اپراتور مپ بود و همچنین اپراتور گتور لوز، گتور الس. در ویدیوی جلسه بعد من قسمت آخر از کالکشن ها رو بررسی میکنیم به اسم ست ها که ویدیو بسیار جالبی خواهد شد و همچنین در آخر جلسه اون من در مورد این اپراتورها توضیحات تکمیلی میدم و اینکه اشاره میکنم برای هر قسمت، یعنی مثلا برای لیست ها، برای مپ ها، برای ست ها و دیگر چیزهایی که داریم این اپراتورها رو از کجا پیدا کنیم، چون تعداد اینها یه مقدار بالاست و نمیشه یه تک تک اونها اشاره کرد و بهتره در موردشون خودتون بخونید. سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو دادین و این ویدیو رو تماشا کردین. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.